سلام دوستا، امروز در ماشین کالاشویی میتا کار میکنم. این مشتری ما مشکلش همیست که هیچ کار نمیته، او پر میشه اما ترق میکنه، ترقه چند دفعه میشنوند دیگه هیچ کار نمیته. ما براتون امروز یک دونه ترک اینجا یاد میتم که امور شما بکنین این ماشین کالاشویتان جور میشه. همین نابش که هست که یک تایرکش میگیرین در نورمال میمونین، یک دفعه طرف راست دار میتین، یک دفعه طرف چپ، سه دفعه طرف راست، یک دفعه طرف چپ، یک دفعه طرف راست. این گروپا کارش روشن میشه. بعد از او ایره دور داده برین تا کنو گروپا که رنس کس اونو چالان شوه. دور داده برین، وقتی که چالان شدید استارت بزنین، بر یک دو سه دقیقه خود ریست کده میره. بعد از او جور تیار میشه.